بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما و شما الحمدلله در درس نهم رسیدیم. در درس نهم ان شاء الله تعالی درس ها بسیار آسان است، نه سخت خو نیست. ان شاء الله درس ها کلش آسان است. از این درس ها شما بسیار خوب استفاده میکنیم و درس های آسان هستند. خب درس نهم ما میخوانیم که اقسام عبادات است. پس چند قسم ما شما عبادات داریم؟ اقسام عبادات که است ایمان و اسلام و احسان است. اصل عبادات که چی است؟ ایمان است، اسلام است و احسان هست. این چی هستن؟ این اصل عبادات است. و از این خاطر باز کل از اینا را باز تقسیم میکنن به عبادت های فکری، عبادت های قلبی. عبادت های فکری اشاره بکنیم به فکرتان، عبادت های فکری، عبادت های قلبی. بعض علما باز عبادت های قلبی و فکری را یک جای ذکر میکنن. بنابراین ما تو علیه ذکر میکنم به خاطر اینکه خوب در ذهن ما و شما بفهمیم. مثلا عبادت های فکری چی است؟ که ما تفکر میکنیم، تدبر میکنیم. اینی عبادت تعقل، از عقل خود استفاده میکنیم. مثلا به خاطر فهمیدن قرآن عظیمشان تعقل میکنیم. در قرآن میگه افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ عبادت چی است؟ فکری هست. یا مثلا تدبر، افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمیکنن؟ این چی هست؟ عبادت فکری هست که انسان در آیات قرآن تدبر بکنه. و تفکر که هست، لعلکم تتفکرون، شاید که شما تفکر بکنین. پس عبادت های فکری، تعقل، تفکر، تدبر، تفقه، تذکر، اینا کلشان که هستن چی هست؟ که انسان یه چی هستن؟ عبادت های فکری هستن. قسم دوم عبادت های قلبی هستن. عبادت های قلبی عبادت هایی هست که توسط قلب انجام میشه. عبادت های فکری توسط فکر و دماغ و عقل و توسط میشه و توسط تفکر و تدبر و تعقل میشه. و عبادت های قلبی توسط قلب میشن. عبادت های قلبی چی است؟ مثلا نیت یک عبادت قلبی هست که انسان باید نیت خود انما الاعمال بالنیات. و همین قسم اخلاص از عبادت های قلبی هست که مثلا انسان باید قلباً 100% اخلاص داشته باشه و هیچ چیزی را با الله سبحانه و تعالی شریک نکنم. و عبادت های قلبی مثلا یقین هست که انسان تو یقینی داشته باشه که هیچ شکی را در اسلام بر انسان باقی نگذاره. به الله یقین داشته باشه، به دین الله یقین داشته باشه، به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقین داشته باشه، به آخرت یقین داشته باشه. یعنی یقین چی است؟ باور 100% که در هیچ شک نباشه، این یقین میگن. و دیگه از عبادت های قلبی محبت است که انسان مسلمان والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که مؤمن هستن اینا بسیار محبت قوی با الله دارن. و دیگه خوف است. الله متعال میگه و خافونی ان کنتم مؤمنین، از ما بترسین. یعنی انسان باید واقعا از الله بترسه، از عدالت الهی بترسه. متوجه هستن، لکن ترسی که به همراه محبت با همراه رجا یک جای باشه. و همین قسم رجا از عبادات قلبی هست. رجا چی میگه؟ که انسان امیدوار باشه، یرجون رحمته. همیشه انسان مؤمن امیدوار رحمت الله سبحانه و تعالی هست. اگر اعمال نیک میکنیم امیدوار هستیم که الله متعال قبول بکنه. و اگر از پیش ما اشتباهی میشه باز هم به الله توبه میکنیم و رجوع میکنیم و امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی امی گناه ما را ببخشه. دیگه از عبادت های قلبی خشوع هست. یعنی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این خشوع چی است؟ که یک عبادت قلبی هست که این تاثیر میکنه کل اعضای بدن به کنترل خود میاره. یعنی وقتی که انسان قلباً به الله خاشع بود، به الله تسلیم بود، انما یخشى الله من عباده العلماء. فهمیدین؟ خب این خشوع هست. خشوع قلبی چی است؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع دارن. این حالا اگر کس قلبا خشوع داشته باشه با اعضای بدنش هم آرام می باشه در نماز. که ببینی اما تو وقتی که در نماز استاد میشه بسیار اوت استاد میشه در نماز، مثل که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بود، یک عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه وقتی که نماز میخوان حتی پرنده ها فکر میکنن که درخت خشک است. این قسم در مقابل الله سبحانه و تعالی با خشوع عبادت میکرد. و دیگه از عبادت های قلبی که در قلب انسان است خشیت است. خشیت چی است؟ یعنی از الله ترس داشته باشی به همراه علم.
ترس داشته باشی از الله به امرای علم. مثلا علم هم داشته باشی و در پالوی امی که از الله میترسی، ترست به اساس علم باشه. از این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. از الله بسیار کی میترسه؟ کسایی که عالم است، کسی که الله را میشناسه، از به آخرت یقین داره، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میشناسه، بازی بسیار خشیت میداشته باشه. دیگر از عبادت های قلبی توکل هست. توکل چی است؟ که انسان مسلمان در هر کار خود به الله توکل میکنه و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این باید به الله توکل و الله توکل و علی الحی القیوم. این چی است؟ توکل هست. و دیگر رغبت است. رغبت چی است؟ که انسان مسلمان همیشه مثلا علاقمندی به الله می داشته باشه که در علم نشرح فاذا فرغت فانصب. وقتی که از نماز خلاص شدی باز اینا چی و الی ربک فرغب، به طرف الله توجه بکن. یعنی وقتی که نماز خواندی بعد از نماز هم دعا میکنی و ذکر میکنی و توبه میکنی، پس به الله رجوع میکنی. پس قلبت باید همیشه به کی رجوع داشته باشه؟ به الله سبحانه و تعالی. این هم از عبادت های چی است؟ قلبی هستن. دیگر رهبت است که انسان لعلکم خب در آیات قرآن آمده رهبت که انسان مسلمان از الله میترسه. این هم رهبت است، یعنی ترسی است که به امر از او عمل باشه. یعنی در قلبت وقتی که رهبت الله می باشه باز تو را وادار میکنه که همیشه مطابق احکام الله عمل بکنی. و دیگه انابت است. انابت چی میگه؟ انابت مثلا توجه به طرف الله، یعنی در هر کار خود به الله رجوع میکنه، منیب می باشه. پس این عبادت های قلبی است. قسم سوم عبادت های زبانی است. عبادت های زبانی هم مثلا عبادت های زبانی چی است؟ مثلا از جمله عبادت های زبانی یکی از عبادت های زبانی ذکر است. مثلا ذکر الله با زبان میشه. ما و شما مثلا ذکر میکنیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اذکار صبح مثلا اذکار صبحی هم از جمله عبادات زبانی است. وقتی که صبح میشه مثلا از خواب میخیزیم میگیم که الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور، و میگیم الحمد لله الذي عافانی فی جسدی و رد علی روحی و اذن لی بذکره. این میخوانیم مثلا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. این اذکار که مثلا از خواب بیدار میشیم. اذکاری که مثلا بعد از نماز مثلا 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر، آیت کرسی اینا رو میخوانی. دیگه از جمله اذکار مثلا اذکاری که مثلا بین نماز صبح تا طلوع آفتاب است که مثلا این اذکار است که اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک. این کلش اذکار هست که اینا در چی هستن؟ در جمله چی هستن؟ در جمله عبادت های زبانی هست، یعنی ذکر. و اذکار زیادی هست که باید این اذکار انسان مؤمن یاد بگیره و الله سبحانه و تعالی با زبان خود عبادت بکنه. و امی قسم از جمله ذکر مثلا تلاوت قرآن هم از جمله چی هست؟ عبادت های زبانی هست. مثلا شکر هم از جمله عبادت های زبانی است که شکر الله سبحانه و تعالی بر زبان خود میکنیم. همیشه میگیم الحمد لله رب العالمین، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظیم سلطانك. دیگه از عبادت های زبانی دعا هست که همیشه مثلا ما شما دعا میکنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این هم از جمله عبادت های زبانی هست. دیگه استغاثه، این هم از جمله عبادت های زبانی هست. استغاثه دعا در حالت چی است؟ در حالت سختی. وقتی که دعا میکنی عام در حالت عادی و سختی کلش دعا میگن، لکن اگر در حالی که بسیار یا مریض هستی یا در حالی که مثلا دشمن حمله میکنه در این وقت به الله رجوع میکنی و دعا میکنی، این باز استغاثه میگن. در آیت قرآن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر بود، نه در غزوه بدر شما سیرت خواندین که در غزوه بدر رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله استغاثه میکرد که یا الله ما تعداد ما کم است، ما بنده های عاجز هستیم، یا الله نصرتی را که وعده کردی مدد ما را میکنی، نصرت میکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم اقدر دعا میکرد که حتی امو قدیفیش از شانش پایین افتاد. از این خاطر الله متعال گفت اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. وقتی که شما در حالت سختی دست دعا به بارگاه الله بلند کردین فاستجاب لکم، الله سبحانه و تعالی اجابت کرد. باز بر از اینا چند هزار ملائکه را
و نصرتشان فرستاد. دیگه استعاذه هم از جمله عبادت‌های چی هست؟ عبادت‌های زبانی هست که انسان مثلا با زبان خود میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بعزت الله و کلماته من شر ما خلق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به قرآن میگه که مثلا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این استعاذه است که انسان خودش به الله پناه میبره، به الله پناه میبره، با زبان خود میگه و با قلب خود مثلا به الله رجوع میکنه، دستای خود بلند میکنه، با تمام اعضای بدن خود به الله پناه میبره. این استعاذه هست. دیگه از عبادت‌های زبانی تعویذ است. تعویذ که هستن که مثلا انسان یک کس دیگه به الله پناه میده، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین برای الله سبحانه و تعالی پناه میداد. ایره چی میگن؟ ایره تعویذ میگن، یعنی پناه دادن یک طفل یا پناه دادن یک کس دیگه به الله، یا الله ما ایره به تو پناه میدم، اینا ایره باز تعویذ میگه. و تعویذ هم کس ای به زبان میشه. حالا مثلا زیاد چون بدعت ها زیاد شده، مجرد کمی تعویذ زیاد شه و مردم فکر میکنن کاغذ است. نه، تعویذی که عبادت است که این رقیه شرعی هم هستن میگن این چی هست؟ ای با زبان میشه، ای از عبادات زبانی هست. دیگه استعانت هست. استعانت چی هست؟ که انسان طلب کمک میکنه از الله سبحانه و تعالی. اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر. اینا چی هست؟ استعانت. فاذا استعنت، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فاذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که کمک میخواستی از الله کمک بخوای، ما شما در هر رکعت نماز میگیم که ایاک نستعین، یا الله از تو استعانت و کمک میخوایم. دیگه توسل هست. توسل هم از عبادات زبانی هست. توسل چی است؟ توسل این است که مثلا ما یک عمل خدا یا یک چیز را یا از برای الله پیش میکنیم که یا الله، مثلا توسل با نامهای الله میشه. مثلا میگیم یا الله تو رحیم هستی، بالای ما رحم بکن. توسل با اسماء الله سبحانه و تعالی میشه، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك بكل اسم هو لك. یعنی یا الله ما تو رو به تمام نامهای تو سوال میکنم. پس این توسل با چی میشه؟ با اسماء الله میشه که یا الله تو رحمان هستی، رحیم هستی، بالای من رحم بکن. یا الله تو تواب هستی، من گناهگار رویسیا و شرمنده هستم، توبه مرا قبول بکن. یا الله تو غفور هستی، غفار هستی، غافر الذنب هستی، من گناهگار هستم، گناههای مرا مغفرت بکن. یا الله تو حفیظ هستی، حافظ هستی، والله خیر حافظا. عمیق هستم که یوسف علیه السلام در چاه و در مصر حفظ کردی، ما را هم در حفظ پناه خود داشته باش و دوستای ما را در حفظ خود پناه خود داشته باش، موحدین در حفظ پناه خود داشته باش. این قسم پس چی هستن؟ این توسل با نامهای الله میشه، توسل با صفات الله میشه. احیانا توسل با اعمال خود انسان میشه. یا الله ما اینی عمل کردم، اینی عبادت کردم به خاطر از اینکه تو راضی باشی. یا الله اگر این عمل ما قبول شده باشه، مرا از این مصیبت یا از این جنجال یا از این مشکل خلاص بکن. این مثلا امو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ببینید قرآن از این نشان آمده که یا الله ما ایمان آوردیم، اینه با ایمان خود، با اعمال خود، با محبتش، با یا الله با رسول الله محبت داریم. یا الله با مؤمنین و موحدین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. پس تو مغفرت رو گناههای ما را. پس وقتی که انسان ایمان خود به الله پیش میکنه و اعمال خود، مثل که چند نفر که قصه شاید شما چندین مرتبه استادا براتون گفته باشه که مثلا 3 نفر در یک غار میره، باز در غار بند میمونن و سنگ مفته و سنگ دم از را بند میکنه، باز هر کدام اما اعمال حسنه خود به الله پیش میکنه که یا الله اگر فلانی کاری که ما کردیم به خاطر رضایت تو قبول تو باشه، برای ما امی سنگ دور بساز. بازی سنگ کم کم دور میشه باز اینا خارج میشن. پس اینجا پس توسل با چی میشه؟ توسل با نامهای الله میشه، توسل با صفات الله سبحانه و تعالی میشه، توسل با مثلا چی میشه؟ توسل با محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و محبت با پیغمبران و ایمان به پیغمبران، ایمان به الله، ایمان به
با مثلا ارکان ایمان آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله ربنا اننا آمنا. این به آیت قرآن است که یا الله ما ایمان آوردیم، به تو ایمان آوردیم و به کتابایت و به ملائکت و به کتابایت و به پیغمبرایت و به روز قیامت، یا الله سر ما رحم بکن. دیگه ایمان با چی میشه؟ با اعمال صالحه خود انسان میشه، مثل 3 نفر که میگن. دیگه توسل با چی میشه؟ با عاجزی خود. مثلا زکریا علیه السلام عاجزی خود بیان میکنه که ربی اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبه. این میگه یا الله ریش ما سفید شده، سر ما سفید شده و استخوانای ما پوسیده شده هست، یا الله تو دیگه همین دعای ما را قبول بکن. پس چی هست؟ پس این توسل هم یکی از چی هست؟ یکی از عبادات زبانی هست. دیگه دعوت هست که انسان مسلمان دعوت میکنه دیگران را، مثلا درس میده، تدریس میکنه صادقانه به خاطر رضایت الله، یا تدریس درس میده، یا مثلا دعوت میکنه به زبان خود، یا خطبه برشان میکنه مطابق حکم الله. این هم یک عبادت است از عبادات زبانی. قسم 4 عبادت های بدنی هست. عبادت های بدنی چی هست؟ مثل قیام، وقتی که استاد میشین در مقابل الله، یک عبادت است به شکل عاجزی که در اونجا عاجزی هست و در قیام در روی ایستادن هم عاجز هستی، هم خشوع داری، هم خوف داری، هم ترس داری، هم رجا داری، هم خشیت داری، هم رهبت داری. این حال ای ایستاد شدن با این صفات این چی هست؟ این یک عبادت است که ما و شما در مقابل الله سبحانه و تعالی میکنیم. دیگه از عبادت های بدنی رکوع هست، و ارکعوا مع الراکعین، و رکوع هست و عظموا ربکم. در رکوع مثلا الله سبحانه و تعالی را تعظیم میکنیم. دیگه از عبادت های بدنی سجده هست که وسجد واقترب، سجده میکنیم، میگه وقت سجده کو به الله که به الله قریب شوی. دیگه از عبادت های بدنی قعده هست که ما و شما در حالت اتحیات میشیم. دیگه از عبادت های بدنی کل نماز هست. دیگه روزه از عبادت های بدنی هست که نمیخوریم، نمینوشیم و چیزایی که ممنوع هست او را انجام نمیدیم. دیگه حج عبادت های بدنی هست، عبادت مالی هم هست، هجرت عبادت بدنی هست، جهاد است. این حالی تقسیم بندی ها فکرتان باشه که عبادت ها را ما تقسیم کردیم. بعضی اوقات در یک عبادت کل زی داخل میشن. مثلا حج هم عبادت قلبی هست که با قلبت عبادت میکنی، هم فکرت در اونجا کار میکنی، هم مالت مصرف میکنی، هم بدنت کار میکنه. پس کلی از او در او داخل میشه. این حاله از این خاطر که آسان شود که شما خوب درس نوجوانا بفهمین، از این خاطر تو گفتیم عبادت ها تقسیم هستن به این شکل. خب دیگه عبادت های بدنی را که فهمیدیم، عبادت های مالی هست. مثلا زکات عبادت مالی هست، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. اینا دیگه از عبادت های بدنی دیگه صدقات هست، صدقه های نفلی. صدقه فرضی زکات است، یا صدقه فرضی یا واجب، مثلا نظر که انسان نظر میگیره، این صدقه واجب میشه. اما صدقه های نفلی هم هست، اینا هم در عبادت مالی حساب میشن. نظر عبادت مالی هست که باید فقط برای الله شود. باید نظر فقط اگه میگیری به نام الله بگیری، به نام مخلوق باید نگیری که باز شرک میشه در نظر. دیگه ذبح کردن حیوان که الله اکبر میگیم و روی حیوان طرف قبله میکنیم، این هم یکی از عبادات مالی هست. فصل لربک وانحر کس، این دلیل ذبح هست. دیگه قربانی این هم یک عبادت مالی هست. مثلا حیوان میخری با مالت و به خاطر رضایت الله قربانی میکنی. عقیقه این هم یکی از عبادت های مالی هست که الله سبحانه و تعالی برای کس فرزند میته، دختر میته یا پسر میته، باز در از او عقیقه میکنه. دیگه ولیمه هست. ولیمه مثلا این هم عبادت های مالی هست که یک کسی در عروسی خود، در ازدواج خود، مثلا داماد دیگران را باز دعوت میکنه، برشان نان میته. این ولیمه هست که از طرف داماد میشه، از طرف عروس و عروسخیل نمیشه. و وقف که از این هم از جمله عبادت های مالی هست که یک کسی زمین خدا یا خانه خدا به شکل عام برای مسلمان ها به رضایت الله وقف میکنه که کل مسلمان ها از او استفاده بکنن. دیگه از عبادت های تشریعی، از عبادت های تشریعی تطبیق احکام الله در زمین الله هست. عبادت های تشریعی است که مثلا ما و شما شریعت الله را، حکم الله را تطبیق میکنیم در خانه خود، در فامیل خود، در قریه خود، در منطقه خود، در مملکت خود. حتی بس زمین الله باید شریعت الله تطبیق شود. تطبیق احکام الله در زمین الله این عبادت الله هست. این است ولا یشرک فی حکمه احدا. این الله در حکمش هم کسی را شریک باید نسازی.
قوانین کسیدگی را تطبیق بکنیم. پس این 6 قسم عبادات چی شد؟ اقسام عبادات شد. اینالی عالم در قسمت چی میگه؟ در قسمت انواع عبادات چی میگه؟ میگه و انواع العبادات التي امر الله بها، میگه اقسام عباداتی که الله به او امر کرده مثل اسلام و ایمان و احسان است. اسلام ما و شما میفهمیم که اسلام است و ایمان و احسان، این 3 چیز است. میگه باز تشریح ان شاء الله تعالی و منه باز عزیز ذکر میکنه که از همین اقسام عبادت دیگه چی هست؟ دعا هست، خوف هست، الرجاء هست و التوکل و الرغبه و الرهبه و الخشوع و الخشیه و الانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر. اینا من کلشون قبلا بر شما تشریح کردم. اینجا باز هیچ ذکر کرده که دعا و خوف است و رجا هست، توکل، رغبت، رهبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، استعاذه، استغاثه، ذبح، نذر و غیر ذلك من العبادات التي امر الله. دیگه عبادت هایی که الله به او امر کرده کلها لله، تمام از اینا مخصوص الله هست که عبادت ها باید برای الله انجام داده شود. دلیلش چی است؟ میگه و دلیل قوله تعالی، میگه دلیلش این آیت قرآن است که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. مساجد مخصوص الله هست، امرای الله کسی دیگه را طلب نکنین، عبادت الله را در عبادتگاه الله مخصوص الله بکنین، یا جایی که سجده میکنین در زمین الله مخصوص الله هست، با الله فقط سجده بکنن. فمن صرف منها شیئا لغیر الله، میگه اگر از این عبادت هایی که ما برای شما کلش به تشریح کردیم، اگر کدام یکی از این یک کسی صرف به معنای گرداندن است، اگر یکی از عبادت ها را کسی به غیر الله میگردانه، سکن الله غیر الله، الله مستحق عبادت است، غیر الله هیچ کدامش مستحق عبادت نیست. غیر الله، بغیر از الله، در غیر الله ملائکه، پیغمبر، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، نباتات، جامدات، مایعات، گازات، کل از اینا داخل میشن. بناهن الله هست که عبادت میشه و غیر الله عبادت نمیشه. اگر کسی یک عبادت از عبادت های الله را به غیر الله کرد ولو که ملائکه و پیغمبر و ولی و نبی باشن، فهو مشرک کافر، این مشرک کافر هست. و دلیلش میگه چی است؟ میگه دلیلش قوله تعالی، آیات قرآن است که و من یدعو مع الله الها آخر، میگه هر کسی که چی است امرای الله معبود دیگر دعوت بکنه، فانما حسابه عند ربه، باز اینجا حسابش به نزد پروردگارش هست. انه لا یفلح الکافرون، یقینا که کافران، اینجا چی گفت؟ آخرش گفت انه لا یفلح الکافرون، کافرها کامیاب نمیشه. در اول گفت که هر کسی که من یدعو طلب بکنه مع الله الها آخر، یعنی به غیر از الله معبود دیگه بخواد بر او عبادت بکنه، ولو که یک عبادت هم باشه، فانما حسابه عند ربه، حسابش پیش الله سبحانه و تعالی است. انه لا یفلح الکافرون، الله کافر. پس اینجا میگه یعنی الله متعال در سوره مؤمنین آیت 117 گفت که اینا کافر هستند. پس کسی که یک عبادتی را به غیر الله میکنه، این چی هست؟ این کافر و مشرک هست. و فی الحدیث الدعاء و مخ العباده، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث گفته که دعا مخ العباده. امی الدعاء مخ العباده، این حدیث ضعیف هست، اگر شیر علما میگن این ذکر کرده این حدیث ضعیف است، لکن حدیث قوی چی هست؟ حدیث الدعاء هو العباده. یعنی اینجا باید در شرح بگوییم که اینال در شرح بگوییم که هذا امی حدیث ما که دیدیم در بسیاری جای علما میگن که هذا الحدیث حدیث ضعیف، هذا حديث ضعيف، ولكن الصحيح في هذا في هذه المسألة الدعاء، حديث كيتشيز الدعاء هو العبادة. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث این گفته که الدعاء هو العباده، دعایی عبادت هست. پس وقتی که دعا عبادت هست، ایناله پس ما باید فقط
دعا به الله سبحانه و تعالی دست دعا بلند بکنیم. و دلیل قوله تعالی و دلیل دیگه قول تعالی الله سبحانه و تعالی و قال ربکم ادعونی. اینجا یا متکلم است که الله سبحانه و تعالی میگه که یعنی شما پروردگارتان ربتان میگه که فقط از ما طلب بکنین، فقط به من دست دعا بلند بکنین، فقط به من رجوع بکنین. استجب اینجا ضمیر مستتر است به معنای انا، یعنی الله متعال میگه که من اجابت میکنم برای شما، یعنی دیگه هیچ غیر الله را داخل نکرد. ملائکه نمیتونه دعای کسی را اجابت بکنن، پیغمبران نمیتونن دعای کسی را اجابت بکنن، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین نمیتونن دعای کسی را اجابت بکنن، چون دعا عبادت است، عبادت مخصوص الله هست، اجابت دعا هم مخصوص الله هست. باز اینال وقتی که الله متعال گفت که ادعونی، از ما طلب بکنین، به من دست دعا را بلند بکنین، قلبتان را به طرف ما بگردانین، من اجابت میکنم. اینال باز میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتی، کسانی که تکبر میکنن از عبادت من. پس دعا چی شد؟ دعا عبادت شد. اینال باید این دعا را فقط به بارگاه الله بکنیم. خب ان الذين سيدخلون جهنم داخل، اینا باز در جهنم داخل میشن. پس دعا عبادت است، مخصوص الله هست. متوجه باشین که دعا به غیر الله به پیش قبر کسی دیگه همه، حتی به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اگر میریم، صحابه، تابعین و تابع تابعین، اینا کلشان روی خدا به طرف قبله میکردن و از الله میخواستن که یا الله تو ما را مغفرت بکن و شفاعت رسولت نصیب ما بکن. و هیچ وقت کسی مثلا روی خدا داده به طرف قبر چی نمیکردن. به خاطر چی؟ به خاطر که دعا عبادت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دست دعا به بارگاه الله میکرد و هر کسی که دست دعا به بارگاه الله بلند بکنه، این به منهج و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است و عقیده توحید است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.